سلام بچه، خوش اومدین به این ویدیو دیگه. اگر که این ویدیو رو باز کردین و دارین نگاه میکنین معنیش اینه که احتمالاً میدونین که ویزا چیه و میخواین یاد بگیرین که چجوری فرمش رو کامل بکنین و درخواست بدین تا بتونین گواهی ویزا رو داشته باشین. توی ویدیو قبلی بهتون گفته بودم که چند مدل ضمانت برای گرفتن مسکن توی فرانسه وجود داره، مثل ویزا، مثل گارانتی، مثل اینکه 3 ماه اجاره رو جلوتر بدین، یا اینکه یک ضامن فیزیکی یا یک ضامنی که یک آدم هست یا شخصی است که میشناسین داشته باشین. توی این ویدیو قراره بهتون یاد بدم که اگر که بخواید ویزا درخواست بدین و ویزا داشته باشین باید چه مدارکی و کجا چجوری آپلود بکنین و چه پروسه‌ای رو طی بکنین. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشین. پروسه درخواست ویزا بچه پروسه ساده ای. الان با هم دیگه میریم و این پروسه رو میبینیم. ویدیویی که من دارم براتون توضیح میدم راجع به کسایی هستش که ویزای تحصیلی دارن، یعنی برای ویزای تالنت و ویزای کاری و اینا نیستش و اونا شرایط یه مقدار متفاوت‌تری دارن که من راجعش اطلاعاتی ندارم. مدارکی که لازمه که کنارتون باشه الان قبل شروع ویدیو و قبل اینکه بخواید کارتون رو انجام بدین، پاسپورتتونه که ویزاتون توش قرار گرفته و کارت دانشجویی یا اینکه پاپیه ژونتون، برگه ثبت نام دانشگاهتون یا هر مدرکی که اثبات بکنه که شما دانشجو هستین و ویزای دانشجویی درخواست دادین و الان برای تحصیل توی فرانسه هستین. پس بریم که با هم مراحل رو ببینیم و ببینیم که چجوری میشه درخواست گواهی ویزا رو داد. خب بچه، توی خود سایت گوگل کلمه ویزا رو که سرچ بکنیم، اولین سایتی که برام میاره خود سایت اصلی، واردش میشیم. شما اگر که حساب کاربری نداریم اینجا باید توی این قسمت آبی پررنگ که بالا کلیک کنید، یه حساب کاربری برای خودتون بسازید. اینجا باید یه گزینه انتخاب بکنید. شما که مستاجرین روی این گزینه کلیک میکنین و ازتون میخواد که اگر که اکانت دارین قبلا میخواین به اکانتتون دسترسی داشته باشین که خب ایمیل و پسوردتون رو بزنید و وارد بشین، و اگر که ندارین که ما الان نداریم ثبت نام میکنین و یه اکانت بسازین. پس روی این گزینه کلیک میکنیم. اینجا از شما سری اطلاعات شخصی میخواد، ایمیلتون رو که باید اینجا وارد بکنین، تاییدش رو اینجا دوباره وارد بکنین که مطمئن بشین ایمیلتون درست وارد کردین، رمزتون رو اینجا تعیین بکنین و دوباره رمزتون رو اینجا تکرار بکنید. بعد این پایین از شما سری سوال راجع به حالا خودشون میپرسه. بچه‌ها اینجا که میپرسه چجوری با ویزا آشنا شدین، اگر گزینه اتخو بزنین ازتون میخواد که دقیقاً بگین که چجوری آشنا شدین، ولی معمولا میتونین گزینه موتور تو خوشش رو بزنین، یعنی از طریق موتورهای جستجوگر مثل گوگل آشنا شدین و وارد مرحله بعدی بشین. بعد پایین از شما میپرسه که شما توسط سازمان دیگه که الان ضامن نداریم و ما میگیم که نه ضامن نداریم، و این پایین هم 2 تا شرایط براتون گذاشته که شرایط سایت و مقررات اینا رو اکسپت میکنین یا نه که ما میپذیریم و وارد مرحله بعدی میشیم. خب بعد روی کریمون کامت کلیک میکنیم و وارد صفحه اصلی میشیم. اینجا میگه یه کد برای شما فرستاده به ایمیلتون، کد رو باید اینجا واردش بکنید تا بتونیم وارد صفحه بعدی بشیم. خب بعد وارد همچین صفحه میشیم. برای گزینه اول برای درخواست ویزا باید کلیک بکنیم. بعدش که همچین صفحه باز میشه که به شما یه جدول میده از کل مراحلی که قرار جلوتر با هم دیگه طی بکنیم و با سوال اول شروع میکنین. از شما میپرسه که شما الان قرارداد اجاره اون اتاقتون امضا کردین یا نه. حواستون باشه که شما اگر که خوابگاه کروز رزرو کردین و اون هزینه اولیه پرداخت کردین، همچنان به معنی نیست که قرارداد امضا کردین. اینجا بزنین نو، اگر بزنین سیستم بهتون تعلق نمیگیره. ازتون میپرسه که شما الان این قرارداد که امضا کردین به امضای چند نفر میرسه. منظورش اینه که برای یه نفر اون خوابگاه یا برای چند نفر. اگر چند نفر باشین میتونین 2 تا امضا رو بزنین یا بیشتر. اگر یک نفرین که همین گزینه رو میزنین. بعد از شما سری اطلاعات شخصی میخواد، اینکه حالا خانم هستین یا آقا هستین، اینکه فامیلیتون چیه، 2 تا گزینه هر دو فامیلیه، اسم کوچیکتون، تاریخ تولدتون و شهر محل تولدتون، کشور محل تولدتون. توی قسمت نشنالیتی هم که باید انتخاب کنید نمیتونید مثلا بزنید که ایرانی یا کشور دیگه ای، باید که از این گزینه‌ها انتخاب بکنید، یا فرانسوی یا داخل اتحادیه اروپا یا داخل اتحادیه اروپا با کارت اقامت یا داخل اتحادیه اروپا بدون کارت اقامت. شما حتما این گزینه‌ای که گفته که کارت اقامت دارین رو انتخاب بکنید، چون وقتی که ویزا بگیرین، ویزایی که ولیده بشه، ولیدیشن داشته باشه، مثل همون کارت اقامت عمل میکنه و میتونید باهاش درخواست بدید. اگر از ایران دارین اقدام میکنین و ویزا ندارین، معمولا به بچه‌ها که ویزا ندارن ویزا نمیدن. من موردی ندیدم، شنیدم که یکی از بچه‌ها اقدام کرده و به جای حالا مثلا اون قسمت جلوتر که از شما میخواد که ویزاتون رو آپلود بکنین یا کارت سژورتون رو، نامه وی‌اف‌اسشون رو گذاشتن و توضیح دادن که ما درخواست ویزا می‌خوایم بدیم و به خوابگاه احتیاجشون بهشون دادن. اما نه توصیه می‌کنم نه مطمئنم که این روش عملی باشه. شرایط خانوادگی که حالا مجردین یا اینکه متأهلین یا اینکه پک کردین که خب ما تو ایران پک نداریم و اینجا ازتون میخواد که آدرس جایی که الان محل رزیدنستون رو می‌خوایم براش اقدام بکنین رو وارد بکنین. اینجا کشور رو می‌زنید، اینجا آدرس تکمیلی رو وارد می‌کنید.
تو آدرس هم میدونید دیگه همیشه اولی و باید میتونید بزنید که شماره پلاک داره یه عدده، بعدش حالا خیابون و چیزی که هست، و قسمت تکمیلی که مثلا میگه طبقه چندم، اسم ساختمون چیه و اینا رو میتونید قسمت آدرس تکمیلی پایین وارد بکنید و پایین هم کد پستیتون رو وارد میکنید، اسم شهرتون رو و شماره تلفنتون رو. شماره تلفن یه دونش اجباریه، شماره تلفن دوم قطعا اجباری نیست. توی قسمت شماره تلفن هم حواستون باشه که فقط شماره تلفن فرانسه رو قبول میکنن. اگر که شماره تلفن فرانسه ندارین میتونید 0 بذارین و بعد به تعداد 9 تا 9 جلوش بذارین و این شماره رو وارد بکنین. شماره ایران و اینا رو قبول نمیکنن. ازتون یه دونه آدرس ایمیل میخواد برای اینکه باهاتون در ارتباط بتونه باشه که اینجا واردش میکنید. خب بچه‌ها برای این قسمت هم که از اون پرسه شما شماره مالیاتی دارین یا شماره مالیات فرانسه میشین که اگر شما هم دانشجو هستین که تازه اومدین و میخواین خوابگاه بگیرید و 1 سال نیست که اینجا هستین، گزینه نو رو باید روش کلیک بکنید و وارد مرحله بعدی بشین. بعد وارد صفحه بعدی میشیم. اینجا از شما پرسه که وضعیت شما چیه، شما اتودیان حالا یا بورسیه یا نان بورسیه که برای دوره زبان بورسیه وجود نداره، بس این گزینه رو میزنیم. بعد از شما پرسه که آیا تو دوره‌های التقنانسین، یعنی دوره‌ای که بابتش پول میگیرن یا کلا بابت تحصیلتون دارین پول میگیرین، بابت کاری که انجام میدین دارین پول میگیرین، که میزنیم نه. توی مرحله میگه اگه کد قبلی دارین که اینجا وارد بکنین، اگر نه روی این گزینه کلیک میکنیم که بریم توی مرحله بعدی. خب توی این مرحله از شما پرسه که آیا شما خوابگاهتون رو الان پیدا کردین، که ما میذاریم نه، چون اگه یادتون باشه جلوتر اول ویدیو گفتیم که ما قراردادی نداریم و هنوز خوابگاه انتخاب نکردیم. اگر یس رو بخواید بزنید فقط برای کسایی میشه که شما یه خوابگاه قبلا گرفتین الان میخواین تمدیدش بکنین یا اینکه قراردادتون رو امضا کردین، که اونجوری با تو گزینه اولم امضا شده رو میذارین، کلا پروسش متفاوته، ما با همین نو پیش میریم. اینجا هم فقط کد پستی و اسم شهرتون رو بزنین و بریم مرحله بعدی. خب توی این مرحله داره بهتون توضیح میده که در چه صورتی میتونین یعنی باشون کار کنین. داره میگه که اگر توی حالا پاریس هستین، ایل فرانس هستین، قسمت‌های مختلف پاریس تا 800 یورو، و اگر توی شهرهای دیگه غیر پاریس هستین تا 600 یورو اگر که اجارتون باشه میتونین از ویزل استفاده بکنین. شما باید گزینه اول رو تیک بزنین در این صورت، و اگر یه سری منابع و مدارک دارین که شما دارین 1600 تا 1200 میدین توی همون مناطقی که بهتون گفتم، رو گزینه دوم کلیک میکنین. پس برای ما رو گزینه اول کلیک میکنین و وارد مرحله بعدی میشین. تو مرحله سوم وارد قسمتی میشین که باید مدارکتون رو آپلود بکنین. اینجا بهتون توضیح داده که حالا مثلا مدارکی که میخواین آپلود بکنین حتما درست باشه و اینکه چک میشه، و اگر که اشتباه باشه یا واقعی نباشه درخواستتون رد میشه. خیلی چیز خاصی نیستش، پایین بهتون توضیح میده چه مدارکی باید بذارین. برای ما گزینه سومه، یعنی همون تیتر دو سژور یا همون ویزامون هم میتونیم بذاریم، ویزای ولیده شده با این برابری میکنه. گزینه دیگه برای بچهای دیگه است، برای بچهای تالنتی که درخواست بررسی پروندهشون و ویزاشون دادن و بچه‌ای که الان میخوان ویزاشون رو تمدید بکنن یا اینکه درخواست ویزا دادن که میتونه اینجا سری مدارک آپلود بکنید. ما این گزینه انتخاب میکنیم و توی این قسمت که این علامت پوشش داره کلیک میکنین و مدارکتون رو آپلود میکنین. توی این قسمت از شما میخواد که کارت دانشجوییتون یا اینکه سرتیفیکات اسکولاریتاتون که حالا اگر بیان اینجا پاپیه ژون میتونه باشه یا برگه ثبت نام باشه یا برگه پیش ثبت نامتون، هر چیزی که مربوط به پروسه تحصیلتون هستش اینجا آپلود بکنید. بعد از اینکه آپلود کردین وارد مرحله بعدی میشیم. بعد توی مرحله آخر وارد مرحله میشین که میخواد ازتون تایید بگیره که اطلاعاتی که گذاشتین درسته. یه لیسته که میایم پایین میخونین که اسم و فامیلتون و شمارهتون، ایمیلتون همه رو درست وارد کردین و همه اینا رو باید علامت بزنین و کنفیرم رو روش کلیک بکنین که وارد مرحله بعدی، مرحله آخر بشین. توی مرحله ایمیل به شما میاد که درخواست شما ثبت شده و اینکه در حال بررسیه و یه مدتی طول میکشه، حالا فکر می‌کنم 1 روز 2 روز تا درخواست بررسی بشه و جوابش رو به شما اطلاع بدن که آیا پذیرفته شدین یا نه. بعدش هم بعد چند روز براتون یه ایمیل میاد که مدارکتون تایید شده، درخواستتون تایید شده و باید دوباره وارد سایت بشین. توی قسمت حساب کاربریتون برین و ببینید که قراردادتون اونجا آپلود شده و پی دی افش رو میتونید دانلود کنید و استفاده بکنید. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. یادتون نره که نظرتون رو برام کامنت کنید و ویدیو رو لایک بکنید. دو تا ویدیویی که طرف میبینم به نظرم دوست خواهید داشت. دوستتون دارم.